ماتم اکجال ازایوی 78 ساله بعد از آن عمیق‌تر شد که جسد زنش را که با هم 50 سال زندگی یکجا داشتن از قبرستان منطقه الابوقین بیرون آوردند. قنگول ساتیبولدیوا 13 اکتبر وفات کرده بود، اما از سبب آنکه از دین اسلام به مسیحی گرویده بود مردم محل برای گرانیدن این زن مخالفت نمودند. به نظر می رسد که آنها قبر را باز کردند. همسرم با خواست خدا زندگی کرده است، فقط این که او انجیل می خواند. آنها می گویند که وی به دین ما خیانت کرده است. در حالی که اختلاف‌های دینی در قرقیزستان جمهوری مسلمان نشین آسیای مرکزی اوج گرفته است، ازایف مجبور شد که همسرش را 3 دفعه به خاک سپارد. در اینجا تنها مسیحی های پروسلاوی روسی دفن می شوند. اجازت دفن پیروان مذهب های دیگر نیست. از این رو به گرانیدن این زن مخالفت کردند. بعد فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 قرقیزستان صاحب استقلال اعلامیه آزادی دینها را اعتراف کرد، ولی به نظر می رسد که در این دهه دوردست به این اعلامیه احترام قائل نیستند. نصرانی های پروتستان نمی توانند جسدهایشان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند. هر یک فرد حق دارد که به خاک سپرده شود، ولی این نباید در قبرستان مسلمانان صورت بگیرد. به حیث امام من نماینده مسلمانان هستم. من مسئول دفن نصرانی ها، بپتیست ها و شاهدان یهوه نمی باشم. دختر زنی فوتیده میگوید که بعد مرگ مادرش امام فشار آورد تا او از دین نصرانی رو گرداند. او رویش را پنهان کرد زیرا می ترسید که مردم محلی او را هم هدف حمله قرار خواهند گرفت. آنها مردم را تشویق کردند. در جماعت ملاها گفتند که بپتیستان از تروریستان هم بدتر هستند. آنها انسان خوب نیستند. اما ما در کشور آزاد زندگی میکنیم و هر کس حق دارد که دین خود را انتخاب کند. اقجال ازایف مسلمان است. او دینش را تبدیل نداده است، ولی وی برای منزل آخرت همسری مسیحیش جای پیدا نکرد. اکنون این زن را در یک مکان پنهانی به خاک سپردند تا اینکه میت راحت بخوابد.